در این عکس عبدالغفور عبدالرؤوف عبدالحمیدویچ را میبینید. او 10 نوامبر سال 1983 به دنیا آمده است. در تاجیکستان در ولایت سوخت نویای باباجان غفوروف جماعت غازیان کوچه رستموف 84 زندگی میکرد. عبدالرؤوف در اول سال 2020 به روسیه به مهاجرت کاری رفته. اول در سنت پتربورگ کار میکرد و سپس به ولایت مسکو رفت و در شهرک لسنوی نویای پوشکین کار زندگی میکرد. تخمینا ماه نوامبر سال 2020 عبدالرؤوف به طرف مسکو رفت. با همین بینام و نشان شده است. اهل خانواده عبدالرؤوف از همه آنهایی که او را دیدند و درباره کجا بودنش معلومات دارند خواهش میکنند که با آنها تماس بگیرند. از همه هموطنان عزیز همچنان خواسته می شود که این اعلان را در هر کجایی که می توانید پهن کنید. عبدالرؤوف را در خانه مادر، همسر و فرزندانش بی‌صبرانه منتظرند. تلفن برای تماس در مسکو +7 977 684 35 65. تلفن برای تماس در تاجیکستان +992 918 75 88 52.